خوش اومدید به ویدیو جدید بچه‌ها. من مثل در از ویدیو خفن اجازه بدید آقا نوسان خوش اومدید به ویدیو جدید جذاب دیگه. بچه‌ها موضوع امروز این ویدیو اینه که اومدن داخل این ویدیو بهتون آموزش بدم که چجوری ست اکانتتون رو زیاد کنید. به مرام درود به عظمت درود به حق بزرگیت اکانتتون زیاد بشه و جسارت روی قیمت اکانتتون هم تاثیر بسیار زیادی میذاره. به خاطر همین اومدم که بهتون نشون بدم و همینجا ست اکانت خودم زیاد کنم که با هم ببینیم ست اکانت من از نمیدونم چند تاست به چند تا میرسه. خب 295 تا. حالا ما با این بتونیم ستامون به چند تا برسونیم و به شما نشون بدیم شما با این کار ست اکانتتون زیاد کنید و ارزش اکانتتون رو بالا ببرید. خلاصه حالا دیگه توضیحات به ویدیو بهتون نشون دادم. حالا بریم ببینیم میتونیم چیزایی پیدا کنیم و روی ستای اکانتمون تاثیر بذاره و ستای اکانتمون بری بالا، چون که بیشتر ستا با جم میشه گرفت. حالا ما جم نداریم یا بعضی از شما هم نمیخواین با جم بگیرید، اون هم این کار رو انجام میدیم تا روی تعداد ستای اکانتمون خیلی تاثیر بذاره. حالا بریم سراغ ویدیو. از اینجا که شروع میکنیم میریم اینجا 100% اینجا از این توکن ها نداشته باشه و از این استفاده زیادی هم نمیشه. از اینجا میشه اینجا شروع میکنیم. من 2500 تا با این ست بدم. خب بازشون نکنم الان. خب این ست میشه گرفت چند؟ نه نمیشه، این تعداد خیلی زیادی میخواد. و خلاصه ما اینجا دست پرچم هم میگیریم. خلاصه میشه چیزهای بسیار زیادی گرفت و رو تعداد ستاتون خیلی تاثیر بسیار زیادی داره. حالا بریم این کجا بود؟ اینجا میشه با سکه خرید روی تعداد ستاتون تاثیر بسیار زیاد میذاره. و کجا بود؟ اینجا نه، اینجا نبود. کجاست؟ اینجا. خب بچه من اینجا میشه تعداد ستاتون خیلی بالا برد، ولی الان که من توکناشون ندارم نمیتونم زیاد بالا، ولی خلاصه از اینجا خیلی راحت میشه پیدا کرد. الان بهتون میگم چجوری میشه زیادشون کرد. الان من این ستو میگیرم میشه. خلاصه اگه داشته باشید و چیزای بسیار داشته باشید همینجوری میشه تعداد اکانتتون همینجوری 100 تا اضافه کرد. حالا بیاین اینجا، من که اینو میگیرم زیاد ندارم بخاطر این باید اینجوری. خلاصه مال من تموم شد. اینجا نمیشه چیزی گرفت. بعد اینجا میشه گرفت یه ست دو تا دونه گرفت و سه ستاتون اضافه کرد. ماجیک کیوب ندارم 80. اینجا ماجیک کیوب مگه داشته باشید میتونید روی ستای اکانتتون اضافه کنید. حالا بذاریم من بیام اینجا ببینم اینجا چیزی ندارم. خب اینجاست. اینجا خب همشون جمعه، بعضیشون با سکه میشه گرفت. حالا شما هم امتحان کنید، اگر نگرفت بعضی ستا رو اینجا میتونید بگیرید. خب حالا این ستا من بگیرم. خب من این ستا گرفتم، یه سکی نمونده. اینجا میشه گرفت. حالا اگر شما نگرفتید اینجا میشه گرفت. بچه من چون که بعضشون رو گرفتم الان دیگه برای من زیاد نمونده. اینجا میشه. خلاصه با اینجا اگر بخواید ستای اکانتتون خیلی میبره بالا. الان یه جایی بود من یادم نیست. بچه اشتباه کرد، اینجا بودم. ما اینجا رنگ یعنی همه تون دارید از اینجا وقتی که میریم کلش رنگ یا این مرلا بزرگ بازی میکنید بهتون یه تعداد توکن میده که شما میتونید با این تعداد توکن ست بگیرید یا چیزای دیگه. حالا من بیام اینجا امتحان کنم دارم. مثلا من اینو میگیرم. خب اینجا میشه تعداد ست زیادی گرفت. الان دیگه نیست. من فکر کنم همه رو گرفتم. 11 قدیم نیست اینجا.
اینجا هم نیست. خلاصه بچه ستای زیادی اینجا وجود داره. اگر میخواید تعداد ستای اکانتتون رو بالا ببرید این پیشنهاد بسیار بسیار خوبیه که میتونید با این کار تعداد ستای اکانتتون رو بالا ببرید و روی قیمت اکانتتون تاثیر بسیار زیادی داره. حالا اینجا این گلدار جدید بود اومده بود، میتونم بهم بده یا نه؟ بچه اگر خواستید به اینم اسپین بزنید حتما تو کامنت ها بگید، چون که این ویدیو اگر الان نشد شب آپلود میشه. الان ساعت 2:05 ظهره. اگر شد این شاید امشبش نتون یا روز بعدش این ویدیو آپلود میشه. شما میتونید چه ستایی که ظاهرنا خواستیم کرده. خلاصه اینجا میتونید چند تا ست بگیرید ولی تایمیه. یک دونه ستش داخل حتی چی بگم خیلی سخته گرفتن داخل اینا. بعدش دیگه خلاصه ببینیم اداره اکانتمون چقدر اضافه شده. 299. یعنی ما جمعا 5 تا ست گرفتیم که بدون اینو حساب نکنیم 4 تا ست گرفتیم که الان 200 ست اکانتمون به 299 تا رسید. خب الان بچه من ست اکانتمون رو میکنم چند تا اینو داشتم. خب اینجا من بکنم به اینجا من میتونم رو تعداد ستای اکانتم رو حساب کنم ولی این را دارم جمع میکنم که برشون گوش کنم. پس ویدیوشو میذارم. خوب بچه ستای اکانت من از 295 تا به 303 تا رسید. اگر اون یکی رو هم کم کنی به 302 تا 302 تا ست رسید. خلاصه با این کار میتونید ستای اکانتتون رو خیلی زیاد کنید. اگر این کار خوش اومد چنل رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و با کامنت به من خیلی روی میدید. کامنت خوب بذارید و اگر پیشنهاد یا چیزی قراره که بگید تو کامنت ها بگید. من حتما کامنت ها رو میخونم و همه رو هم لایک کنم. اگر تا اینجا دیدی حتما لایک کن و چنل ما سابسکرایب کن. با این کار حمایت بسیار بزرگ ما میشه. اگر از ما راضی بودی تو کامنت ها حتما بنویس. خداحافظ.